سلام دوستان مهربان، ما قرار داریم در متروی لوبلینا در کراسنودارسکی 23 کورپوس 1 در بالنسای ال کلینیکای برادرمون محمد جان همراه اکای شهرازه انشالله ما چیکار میکنیم؟ باز میریم دکترا رو نشون میدیم. اینجا جای ادمنستراتور شو، یعنی که جای تلفن جوابگویی شما می رقمای در روی اکران میبینید. هم تلفن رو هم خواهر جا میتید. اپا جان خوب است تنجی دکترا تو دیگه دکترا دارن. خب التماس خواهش میکنم، خواهر است، مادرش شوهر دارن، زندگی دارن. الحمدلله که همچنین خواهرای هستن که با زنهای ما میان بعضی گپ زیادی میزنه، خیلی رو در نظر دارم. من خودم سرکن باشم، من اویلام میارم، خواهرم میارم، میخوام یک دخترک ابسولوت جوت کنم. همین دخترک هم دختر یک انسانه، فرزند یک انسانه، اویله یک انسانه، خواهر یک انسانه. حرمت عزت مسلمانی است. من نتسی نمیگم، مسلمانی رعایت کنیم. تو هم تلفنم شید وقت قیمتشو نگیریم. جواب نمیتونن در اس ام اس بنویسید که من خیلی درد دارم، بیمار دارم، ان خواهر جواب میده. از اس ام اس پاس دختری تمام اینا مو دختر هست، اما اینجا من حرکت می‌نمازید دو دخترش نشون میدم. خدا نگهدار. دوستان عزیز ما میدونیم وجودی یعنی که در پزشک یا در استوماتولوژی میدونیم که یک خواهر یا برادر هست. اینجا ان شاء الله سیامکا میکنیم. خوب سلام علیکم خواهر عزیز، خوب هستید؟ سلامتی خوبه؟ این خواهر ما، خواهر قشنگ ما ایزابل است. ان شاء الله باز ما خاطر صحبت بکنیم تا آخرت تماشا کنیم. خدا نگهدار. ویدیو را با دقت تا آخرت تماشا کنید. سلام دوستان مهربان، باز قرار داریم در بالنسای که یک کلینیک در متروی لوبلینا در بالنسای اکای محمد جان. شما برادرها بسیار سوال میکردید. مقصد خواهر هست که برای عائله‌ام و همسرام و دخترام بیاریم. الحمدلله همه برادرای دم فیزیش میگیم یا که دم نساز کنیم بسیار داریم. اما یعنی زبون ورچ یا دختر هست بسیار، اما مرد هم بعضی برادران میخوان که مقصد زنها باشن. همچنین ما هم حرکت کردیم، یافتیم، آوردیم اینجا کارت کرده سوی خواهر قشنگ ما از شهر ایران. نام چیه اسمت؟ ایزابلا. دینه خواهر ما از شهر ایران است، یعنی که در خود شهر آذربایجان تیار کرده، همجا کار کرده. بیا ایتانی وای گام نزن. سلام خواهر جان. با مردمی مهاجر و مردمی تاجیکستانی که در روسیه قرار داره و با دیگر ملت‌ها سلام بگو. کی هستی، چی هستی، چی اختصاص داری، چی کارها کرده، میتونی گپ بزنی؟ سلام، من دکتر ایزابلا هستم. توی کشور آذربایجان تحصیل کردم. 3 سال اونجا کار کردم. در حال حاضر اومدم مسکو و توی کلینیک لوبلینا کار میکنم. تمام کارهای پلومبا، دندان چسباندن، اودالینیا، تازه کردن سنگای دندونتون رو انجام میدم. تشریف بیارین، در خدمتتون هستیم ان شاء الله. خواهر جان چند روزی که همینجا کار کردید؟ 10 روز 5 روز نمیدونم چند روزی کار کردید؟ 10 روز. برای چی معاشره‌اش میگن یا که ادنشین همین تاجیکا با شما چی خیلی هستن؟ خیلی خوب هستن. برای شما در آذربایجان بوده، در تاجیکا رو مثلا او سرکار نداشته؟ بله خیلی حرمتشون خوبه، خیلی پاسینت‌های خوبی داشتیم. ان شاءالله که در خدمتتون هستیم و خیلی خوب میشه که شما رو توی کلینیک لوبلینا ببینیم. خب خواهرای عزیز، مادرای مهربان، برادرای عزیز، خواهش میکنم فقط به خاطر خدا و به خاطر همین خواهر قشنگو که مقصد خدمت مادرها را میکنه. البته که بچه‌ها بیایید، اما خصوصا ما حرکت کردیم اینجا برای برادری مقصد هست متخصصی خوبه که بچه هست، برادر هست، اینجا دو کس کار میکنن. مثلا میگیم یک لایک، کامنت خوب و ویدیو را پدیلی چکنید، میتونید با دل پر مادرها، خواهرها باشن، مقصد دخترها باشن، بیاره ان شاء الله. خواهر قشنگی ما در خدمت شما. با چیکار تو کنم؟ به همین دهقانی قشلاقی میگم، من خودم بلاگرام لایکمونه. مقصد نه خواهرجه را آوردیم، گاه حاضر میکنیم. این وضعیت گذشت خیلی برای هممون درک کننده بود. صبر جمیل با اهل بیت گذشته و بیماراشون پروردگار شفا بده. فقط احتیاط باشه. من روزی بعد اینجا میرم شما را برای مادرها حرکت کردم. همین نوار اصلا برای مادرها بسیار کنم. میرم ما جایی که دختری گینیکولوژ میگیم یا که دختری زنانه که اوید با قبول کردن کرته نگاهبین مادرها، چی کسایی درون بیرون نباشن، حامله دار باشن، اوزی همش ان شاء الله. این بالنسه همه اینا مدورت داره، اما در همین ویدیو خواستم کوتاه شوه در همین دو کسایی نشون میدم. دو مادری که مقصد برای مادرای تاجیک یا دیگه ملت‌ها در شهر غربی هستن. خواهر جان خوش اومدید، سلامت باشید. خیلی ما ممنونیم که خاطر شما صحبت کردیم. منم خیلی همون فارسی زبانیم. تا یک باری خدا مقصد مسلمانیم.
دوستان عزیز ببینید که این کابینت رو ببینید تراماتولوگ مقصد تراپیوت اینجا گینیکولوگ خیروگ این پرسیدون این کابینت این قبولگاه همش هستن اما اینجا چیکار میکنیم میریم کابینت دکتر زنان گینیکولوگ خوب سلام علیکم آقای ابوالیا این مدل ما در اینجا بدیم راستیش مدل نامش مایا دکتری زنانه یعنی گینیکولوگ برای پادپیچ‌هایی که نو دما بونشیدگیان و شخصایی که نمیدونن به اون خاطر ما توصیه می‌کنیم که بیان خدمت مادر جان خوب هستی در وقت شناس کن. السلام علیکم من مایا. Так подписчиками که نو و ما بونشیدگیان برای همین پادپیچ‌ها باز یک بار دیگر خاطررسان می‌کنیم که ما учет باید میگیریم کارت هم میکشیم تو تولد رودمشون کنترل میکنیم همش درونی همین پولی که میتین پرونداسیون میشه کارتمون همش درونی همین پول به میدروید یگان پولی اضافه نمیگیریم هر ماه یک بار как положено اومده میروند так اوزی матка داریم نه تنها اوزی матка اوزی دیگر ارگان‌های هم هست که чтобы اومده مثال زنهای خودمون همش پیشی مادرمون نه تنها زنها و برادرها میتونه اوزی بیان مثلا گرده و روده و ربچیب همه چیز مقصد همین بالانسه هست روز هم باید بالانسه را خرید کردن او جایی چیزا کردگیم با ایسر نمیتونیم بکنیم ببینید دوستان عزیز که رقمو در روی اکران خواهش میکنیم ویدیو رو پخش کنیم اپاجان برای ریکورد شویش کن میاید میروند مدارا میگهداری میکنن سلامت باشه انشالله بعد با قربی ما یک تصمیم خوب گرفتنیم که این واقعا یک آرام شوند یا تصمیم خوب گرفتنیم حساب همین بالانسه بعد با شما را میگم خدا نگهدار. سلامت باشید.